همه از بچگی میگفتن تو نابغه‌ای. همیشه فکر میکردی یه روز بالاخره موفق میشی. ولی هنوز هیچ جا نرسیدی. این ویدیو بدترین حقیقت زندگی تو بهت میگه. حقیقتی که خیلی ها بعد از 30-40 سالگی با گریه یا کلی افسوس میفهمنش. همون بچه‌ای بوده که معلما میگفتن این آینده داره، این فرق داره. گیرایی مطلبش خیلی بالاست. همه بهت امید داشتن. خانواده، مدرسه، فامیل. ولی بعدش چی شد؟ مدرک تو گرفتی. باهوشتر از خیلیا بودی. اما الان یه جایی ایستادی که فکرشو هم نمی کردی. یکی از دوستات که از تو ضعیف‌تر بود جلو افتاد. اون یکی کسب و کار زد، اون یکی مهاجرت کرد، اون یکی خونه خرید. و تو هنوز داری فکر میکنی من که از همه باهوشتر بودم. پس چرا؟ حقیقت ترسناک اینه. باهوش بودن تضمین موفقیت نیست و حتی در خیلی از موارد باهوش بودن احتمال شکست رو بیشتر میکنه. نه به خاطر کم‌هوشی، بلکه دقیقاً به خاطر نوع خاصی از هوش. عامل اول شکست باهوشا کمالگرایی سمیه. اولین قاتل افراد باهوش کمالگراییه. آدمای باهوش اکثر مواقع کار رو شروع نمی‌کنن، نه چون تنبلن، بلکه چون میخوان بی‌نقص شروع کنن. اونها تو ذهنشون سناریوی عالی میسازن، اما حاضر نمیشن نسخه ناقصش رو اجرا کنن. میگن الان شرایطش نیست. باید بیشتر تحقیق کنم، باید کاملتر بشم. باید مطمئن بشم که 100% موفق میشم. اما دنیا با 100% کار نمیکنه. دنیا با شروع ناقص جلو میره. عامل دوم مغز بیش از حد تحلیلیه. فلج تصمیم. دومین دشمن افراد باهوش تحلیل بیش از حده. افراد باهوش قبل از یک تصمیم ساده 10 سناریو میسازن. اگر نشد چی؟ اگر خراب شد چی؟ اگر پول از دست دادم چی؟ اگر مسخره شدم چی؟ و این اگرها کم کم فلجت میکنن. در حالی که افراد معمولی با تحلیل کمتر ولی با اقدام بیشتر جلو میافتن. عامل سوم، اعتیاد به استعداد، توهم برتری. خیلی از باهوشا ناخواسته دچار یک اعتیاد خطرناک میشن. اعتیاد به استعداد. از بچگی بهشون گفتن تو خاصی، تو فرق داری، تو نابغه‌ای. و کم کم ناخودآگاه باور میکنن که من نیازی نیست مثل بقیه تلاش کنم. اما واقعیت بیرحمه. دنیا به تلاش پاداش میده، نه به استعداد. عامل چهارم، ترس از شکست آبروبر. آدمای باهوش از شکست بیشتر میترسن. چرا؟ چون شکست برای اونها فقط باخت نیست، ضربه به هویتشونه. اگر شکست بخورم یعنی من اون نابغه‌ای که گفتن نیستم. پس ترجیح میدن اصلاً وارد بازی نشن تا آبروشون حفظ بشه. 2 نفر رو توی ذهنت فرض کن. نفر اول فوق‌العاده باهوش. نفر دوم معمولی. باهوش همیشه دیر شروع میکنه. منتظر بهترین زمانه، بهترین شرایطه. معمولی ناقص شروع میکنه، اشتباه میکنه، میخوره زمین، بلند میشه، دوباره ادامه میده. 10 سال بعد حدس بزن کی جلوتره. باهوش بودن یه هدیه است، اما فقط زمانی که در خدمت اقدام باشه، نه جایگزین اقدام. باهوش بودن بدون اقدام مثل خودرو بدون حرکته. 3 راهکار عملی برای باهوشا. مرحله اول، اقدام ناقص. هیچ وقت منتظر شرایط ایدال نباش. نسخه 30% رو شروع کن. یعنی در حال شروع کن که فقط 30% آماده‌ای، نه 100%. مثلا میخوای انگلیسی یاد بگیری، با 15 دقیقه در روز شروع کن، نه با برنامه 3 ساعته. مرحله دوم، بازخورد سریع. ترسناکترین بخش کار اینجاست، اما رشد دقیقاً همینجاست. حالا این بازخورد سریع یعنی چی؟ یعنی کار ناتمامت رو زود نشون بده. بگذار ایراد بگیرن، بگذار اشتباه دیده بشه، بگذار ضعفات واقعی بشن، نه در ذهنت بلکه در دنیای واقعی. مثال، ویدیو میسازی؟ ویدیوهای اولیه قطعاً ضعیفند، اما باید منتشر بشن. مرحله سوم، اصلاح مستمر. اصلاح مستمر یعنی نه ول کردن، نه کمال طلبی، بلکه بهبود قدم به قدم بعد از هر تلاش.
فرمول ساده این کار اینه: انجام بده، نتیجهش رو ببین، فقط یک چیزش رو بهتر کن، دوباره انجام بده. نه همه چیز رو، فقط یک نکته کوچیک در هر بار. مثال: ویدیو خوب نبود، فقط صدا رو بهتر کن. امتحان خراب شد، فقط مرور رو قوی تر کن. فروش کم بود، فقط نحوه معرفی رو اصلاح کن، نه اینکه بگی من به دردش نمیخورم. الان یه تصمیم بگیر. همین امروز یه کاری که ماه‌هاست عقب انداختی رو در بدترین حالت ممکن شروع کن. فردا بیا بگو شروع کردی یا نه. باهوش بودن عالیه، اما خطرناکه در صورتی که فکر کنی به تنهایی کافیه. هوش بدون اقدام یعنی توهم. اقدام بدون هوش یعنی تجربه. هوش به علاوه اقدام یعنی موفقیت. اگر این ویدیو بهت شوک وارد کرد، لایک کن تا افراد باهوش بیشتری نجات پیدا کنن. توی کامنت بنویس بیشتر گرفتار کدوم مشکل بودی.